سلام خدمت کسانی که بیننده چینل یوتیوبی تازه تأسیس شده اندراب تیوی هستید. ما تلاش داریم بهترین و زیباترین تصاویر را از نقاط مختلف برایتان ارائه دهیم. اینجا یک دره زیبا و حماسه سرایی در دل کوههای سر به فلک هندوکش در شمال افغانستان است. مردمی که در این محل زندگی می کنند، مردمی زحمتکش، شجاع و مهمان نواز هستند که به نامی اندرابی ها گفته می شوند. هر جوانی اندرابی در دلی این کوه پایه ها دارای خاطرات و قصه های زیادی هستند. ورزشی مورد علاقه این مردم کوهنوردی و بزکشی است. چندی از دیگر از دره اندراب سالانه به مقدار چشمگیری میوه سیب تولید می شود که یکی از خوشمزه‌ترین سیب‌ها در افغانستان به شمار می رود. البته این سیب که به تصویر می بینید مربوط به سیب شهشانی اندراب است. در بهار و تابستان مهمانانی زیادی از نقاط مختلف افغانستان در این درها به تفریح می آیند. من نمیدانم که من مردم و یا دل مردن. اندراب دارای مناظری زیبا و منحصر به فرد خود است که در فصلهای مختلف دارای زیبایی‌های خود می باشد. اندراب که حیثیتی دروازه شمال را دارد، دارای داستان‌ها و قصه‌های غم‌انگیز و شیرین است که همه ارزش شنیدن دارد. تصاویر همه خاطرات و قصه‌های ما را زنده نگه می‌دارد. ما کوشش می‌کنیم همیشه تصاویری زیبا و تازه را برایتان ارائه دهیم. پس برای حمایت، چینل یوتیوب و صفحات ما را تعقیب نمایید.